سلام میکنم خدمت زبان آموزای محترم. خیلی خوش اومدین به جلسه دوم از یادگیری حروف زبان آلمانی. خب دوستان عزیز، امروز میخوایم با هم دیگه حروف املات رو در زبان آلمانی یاد بگیریم. 4 تا حرف املات داریم و بعدش به حروف ترکیبی میپردازیم. دیگه امروز حروف زبان آلمانی رو به صورت کامل یاد میگیریم. با تمرین مداوم تمام حروف آلمانی که ما طی این 2 جلسه آموزش دادیم رو اگر خوب تمرین کنید و یاد بگیرید، خیلی راحت میتونید تمام متن‌های زبان آلمانی رو، حداقل اکثرشون رو، بدون غلط راحت بخونید و تلفظ کنید. خب حرف اول حروف املات هستش حرف آی املات. حرف آی املات. دوستان این حرف صدای ا میده. صدای ا میده. مثل اپفل. مثل اپفل به معنی سیب ها. حرف بعدی حرف اوی املات هستش. حرف اوی املات. دوستان این حرف تلفظش از توی گلو میاد. لباتون رو به حالت او در بیارید و صدای ا رو تلفظ کنید. ا ا مثل ال. مثل ال به معنی روغن. حرف بعدی حرف اوی املات هستش. حرف اوی املات. این حرف هم مثل دقیقاً اوی املات از توی گلو تلفظ میشه و او صدای او میده. مثل موده. مثل موده به معنی خسته. و حرف آخر حرف شارفس هستش. شارفس یا دوپل اس. دوستان این شارفس صدای سه میده. میتونیم شارفس بذاریم، میتونیم هم دوپل اس بذاریم، هر دو معادل هم هستن. مثل فوس. مثل فوس به معنی پا. یا شتقاسه. یا شتقاسه به معنی خیابان. پس این حرف هم صدای سه میده. دوستان ما تمام حروف آلمانی رو امروز یاد گرفتیم. حالا با هم دیگه میخوایم حروف ترکیبی رو در زبان آلمانی یاد بگیریم. دوستان در زبان آلمانی 2 یا چند حرف که با هم ترکیب میشه آواهای متفاوتی میدن. مثل اولین حروف ترکیبی که میخوایم یاد بگیریم حرف ا و اق هستش. این 2 حرف با هم دیگه صدای آ میده دوستان. ا و اق. ا و اق که معمولاً با هم دیگه در انتهای اسامی میان صدای آ میدن. مثل فاتا. مثل فاتا به معنی پدر. یا موتا به معنی مادر. پس اق صدای آ میده. مثل فاتا، مثل موتا. ما این رو نمیخونیم فاتر، میخونیم فاتا یا موتا، پدر و مادر. حرف ترکیبی بعدی دوستان حرف آ و ای هستش. این حروف وقتی با همدیگه ترکیب میشن صدای آی میدن. صدای آی میدن. خب مثل چی دوستان؟ مثل مای. مثل مای، همون ماه می هستش. همون صدایی که تقریبا نوشته میشه رو میده. خب حروف ترکیبی بعدی دوستان حرف ای و ا هستش. حرف ای و ا صدای آی میده. یعنی این حروف ترکیبی با این حروف ترکیبی آوای یکسانی دارن.
مثل چی؟ مثل دقای. مثل دقای به معنی عدد 3 هستش. پس ای صدای آی میده، آی هم صدای آی میده. خب حرف ترکیبی بعدی حرف ای و ا هست. حرف ای و ا صدای ای میده، صدای ای میده دوستان. مثل چی؟ مثل زیبن. مثل زیبن. ما دیگه نمیخونیم زیبن، زیبن. این دو حرف ترکیبی با هم دیگه صدای ای میده. من اینا هم براتون قرمز کنم بهتر متوجه تغییرات بشیم. خب باز هم حرف ترکیبی داریم. بله، حرف ترکیبی بعدی حرف آ و او هست. آ و او آوای آو میده. آو در از همونطور که نوشته میشه خونده میشه. مثل چی دوستان؟ آوتو. مثل آوتو به معنی ماشین یا اتومبیل. پس آ و او صدای آو میده، مثل آوتو. خب حرف ترکیبی بعدی حرف ا و او هست دوستان. ا و او چه صدایی میده؟ صدای اوی میده. ا و او آوای اوی میده. ا و او وقتی با هم نوشته میشه صدای اوی میده. مثل چی دوستان؟ مثل لویته. مثل لویته به معنی مردم. نگاه کنید اینجا ا و او با هم اومده، نمیخونیم لوته، میخونیم لویته. صدای اوی میده. لویته به معنی مردم. و حرف بعدی حرف آی املوت و او هستش. دوستان این دو حرف ترکیبی هم آواش دقیقا مثل بالا آوای اوی میده. آی املوت و او هم صدای اوی میده. مثل چی دوستان؟ مثل هویزا. مثل هویزا. خب میبینید دوستان اینجا هم این دو حرف ترکیبی با هم اومده، اوی تلفظ میشه. هویزا. اق هم که بالا یاد گرفتیم صدای آ میده. پس هویزا به معنی خانه ها. خب دوستای عزیز، من این حرف ترکیبی رو چون میخواستم براتون آواش رو به فارسی بنویسم که بهتر متوجه بشین، یه لحظه ویدیو رو قطع کردم و دوباره گرفتم چون ترکیب کیبورد آلمانی به فارسی یه مقدار قاطی میکرد. خب دوستای عزیزم این 4 حرف وقتی با هم دیگه میاد ت ای او ان آوای تسیون میده. آوای تسیون میده. مثل اکسیون. مثل اکسیون به معنی واکنش، عکس العمل. یا اینفورماسیون. یا اینفورماسیون به معنی اطلاعات. پس ما دیگه این رو اینفورمیشن یا اکشن نمیخونیم. اکسیون، اینفورماسیون در زبان آلمانی. خب یک حرف ترکیبی دیگه ای ما در زبان آلمانی داریم، ترکیب حرف س و ها. خب دوستان این دو حرف وقتی با هم دیگه ترکیب میشن صدای ش میده. صدای ش. مثل ایش. مثل ایش یعنی من، ضمیر اول شخص هستش.
سه ها صدای ش میده، مثل ایش، مثل ایش. خب یه ترکیب دیگه داریم اس ها. این سه حرف هم وقتی با هم میان صدای ش میدن، مثل شوله، مثل شوله به معنی مدرسه. شاید براتون سوال پیش بیاد که تفاوتشون در چیه. این ش بیشتر حالت نوک زبونی و کوتاه تلفظ میشه، این ش یه مقدار غلیظ‌تر هستش. این رو میگن ایش، این رو میگن ایش، و این میشه شوله به معنی مدرسه. خب ببینیم که خب یه حرف ترکیبی دیگه داریم دوستان، ترکیب ت اس ها. من کیبوردم دوباره. خب ترکیب ت اس ها. دوستان این ترکیب در زبان آلمانی صدای چ میده، صدای چ میده. حالا من این چ رو به انگلیسی زدم براتون. مثل چی دوستان؟ مثل دویچ. دویچ به معنی آلمانی هستش، درسته؟ ببینید ت اس ها صدای چ میده. اینجا هم ما ترکیب او داشتیم و یاد گرفتیم که این ترکیب صدای اوی میده. پس الان ما اینجا دو تا حرف ترکیبی توی اسم داریم، او و ت اس ها. پس میشه دویچ. دویچ به معنی آلمانی. یا یه واژه دیگه هم ما داریم در زبان آلمانی، واژه چوس. واژه چوس یعنی خدا حافظ. اینجا هم ما ترکیب ت اس ها رو داریم و چه تلفظش میکنیم، چوس. خب دوستان فکر میکنم حروف ترکیبیمون تقریبا تموم شده و الان میخوایم یاد بگیریم که یه سری استثناءاتی هم این حروف ترکیبی دارن. چه استثناءاتی؟ با من همراه باشین تا ادامه بدیم. خب ما یاد گرفتیم که حرف س و ها صدای ش میده، درسته؟ اما در آلمانی ما یک قاعده ای داریم، میگیم اگر بعد از س و ها صدای حرف اس اومد، اون موقع دیگه صدای ش نمیده، اون موقع صدای ک میده س و ها. اگر بعد از حرف س و ها حرف اس اومد، س و های ما صدای ک میده. مثل چی دوستان؟ مثل زکس. زکس به معنی عدد 6 هستش. خب میبینید اینجا ما س و ها داریم و بعدش ما حرف اس رو داریم. من فکر کنم سبزش کنم بهتر هستش. بعد از اس و ها ما حرف اس رو داریم، بعد از سه ها ما حرف اس رو داریم و دیگه سه های ما ش خونده نمیشه، چون ما اس داریم صدای ک میده. حتما این رو در متن ها سعی کنید دنبالش بگردید، پیدا کنید. یه مدت که کار کنید شاید اوایلش سخت به نظر برسه، ولی آلمانی جوری هست که کلا دیگه ملکه ذهنتون میشه و بعدها خواه ناخواه تا چشمتون میخوره این رو مثلا دیگه میدونید و که تلفظش میکنید. ناامید نشین، فعلا اول راه هستیم و اصلا چیز سختی نیست، فقط نیاز به تمرین داره. خب دوستان ما
یه قاعده دیگه ای هم در مورد سه و ها داریم. این بار چی میگه سه های ما؟ من مشکیش بکنم. خب این بار میگه اگر قبل از سه و ها، اگر قبل از سه و ها خب و این حرف سه های ما یک استثناء دیگه هم داریم. اون استثناء چی هست دوستان؟ ما میگیم که اگر قبل از حرف سه ها حروف آ، بذارید من مشکیش کنم، حرف آ یا او یا او یا آ و او، حرف ترکیبی آ را داشتیم و بعدش ما حرف سه ها را داشتیم، یعنی یکی از این 4 حرف صدادار اگر قبل از سه ها بیاد، اون موقع سه های ما صدای خ میده. صدای خ میده دوستان. مثل چی؟ مثل بوخ. مثل بوخ. خب ببینید اینجا سه ها داریم و قبلش حرف او را داریم دوستان. پس ما وقتی قبل از سه ها حرف صدادار آ، او و آو داشته باشیم، سه های ما صدای خ میده. مثل چی دیگه دوستان؟ مثل داخ. بوخ به معنی کتاب هست دوستان. بوخ به معنی کتاب هست. داخ به معنی سقف هست. میبینید بعد قبل از سه ها ما این بار حرف آ رو داریم و سه های ما با صدای خ میده. داخ. دیگه چی؟ مثل دخ. مثل دخ. خب دخ یعنی چرا، اما. خب پس حرف او قبل از سه ها صدای خ میده، حرف آ همینطور و حرف او هم همینطور با آو. مثل تاوخن. مثل تاوخن. ببینید اینجا ما قبلش حرف صدادار آ و او رو داریم. حرف صدادار آ و او و اینجا باز سه های ما صدای خ میده. دوستان اینا همش نیاز داره فقط به تمرین و تکرار. بعد از یه مدت تمرین و تکرار کاملا براتون عادی میشه. و تاخن هم به معنی قواسی کردن هستش دوستان. قواسی کردن میشه تاخن. خب حرف بعدیمون دوستان حرف اس هستش. ما گفتیم که اس بعضی جاها صدای س میده و بعضی جاها صدای ز میده. میخوام ببینیم که کجا صدای ز میده و کجا صدای س میده. ببینید ما اگر بعد از حرف اس یک حرف صداداری داشته باشیم، حروف صدادار مثل حروف آ، ا، او، اینها تمام حروف صدادار هستن که آوای کلمه رو، آوای حرف قبلشون رو تغییر میدن. اون موقع حرف اس ما ز خونده میشه، مثل این کلمه که ما میخونیمش زالات. ما میخونیمش زالات به معنی سالات. یا یه مثال دیگه داشته باشیم، میتونیم بگیم زوما. زوما. میبینید اینجا هم ما بعد از اس یک حرف صدادار داریم، پس این رو ما میخونیم زوما به معنی تابستان. خب حالا کجا حرف اس صدای س میده
وقتی که دوستان بعد از حرف اس ما حرف صداداری نداشته باشیم، وقتی که بعد از اس ما حرف صداداری نداشته باشیم، مثل چی؟ مثل شوستا، مثل شوستا. میبینید دیگه اینجا بعد از اس ما حرف صداداری نداریم، پس اینجا دیگه اس ما صدای س میده، شوستا. یاد گرفتیم که اس ها صدای ش میده، ا و اق هم صدای آ میده، پس میخونیمش شوستا به معنی خواهر. یا فنستا به معنی پنجره، فنستا. میبینید اینجا هم ما هیچ حرف صداداری نداریم، پس اس ما همون سه تلفظ میشه و میخونیم فنستا. ولی اینجا چون بعد از اس ما حرف صدادار داریم دیگه اس ما ز تلفظ میشه. خب دوستان، الان این حرف اس یک استثناء دیگه هم داره. ما میگیم که اگر بعد از حرف اس، اگر بعد از حرف اس، من کیبورد رو درست کنم، اگر بعد از حرف اس ما حرف ت یا پ داشته باشیم، اس ما صدای ش میده. اگر بعد از اس یکی از این حروف بیاد، یا حرف ت بیاد یا حرف پ بیاد، اس ما صدای ش میده. مثل چی؟ مثل این کلمه رو من براتون مثال زدم، مثل شتقاسه، مثل شتقاسه. اینجا دوستان ما دیگه این رو ش تلفظش میکنیم. ما دیگه اینجا چون بعد از اس حرف ت اومده، این کلمه رو میخونیم شتقاسه به معنی خیابان. یا یک مثال دیگه، شپورت به معنی ورزش، شپورت به معنی ورزش. چرا ما این رو اشپورت میخونیم؟ چون که گفتیم اگر بعد از اس پ بیاد هم اس صدای ش میده. خب و آخرین حرف ما حرف ها هست دوستان، که اون هم یه استثناءاتی داره. اگر ما قبل از حرف ها یه حرف صداداری داشته باشیم، مثل آ، او، او، ا و هر حرف صداداری دیگه داشته باشیم و بعدش ما حرف ها داشته باشیم، اینجا حرف های ما خونده نمیشه و فقط کلمه کمی یه مقدار کشیده ترش میکنن. مثل چی؟ مثل میا یا مر. حالا بعد بهتون میگم کلماتی که آخرش به اق ختم میشه یه حالت آی کوتاه میگن. این رو مثلا میگن میا، میا. میبینید نمیگیم مهر، میگیم میا. یکم کلمه رو میکشیم، ها تلفظ نمیشه. یا اگر بخوام یه مثال دیگه براتون بزنم، مثل میا به معنی بیشتر هستش، مثل بونه، مثل بونه به معنی لوبیا. خب میبینید دوستان اینجا هم ما حرف ها رو چون قبلش ما حرف صدادار داریم، حرف ها رو تلفظ نمی کنیم و یه مقدار اینجا رو میکشیم، بونه، بونه. ولی اگر حالا این حرف صدادار بعد از حرف ها اومد، یعنی حرف ها بیاد بعدش ما هر حرف صداداری داشته باشیم، اون موقع خب قطعا ها تلفظ میشه. مثل هونیگ، مثل هونیگ به معنی عسل.
خب دوستای عزیزم، امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین، براتون مفید بوده باشه. این حروف ترکیبی و املات زبان آلمانی رو به خوبی یاد گرفته باشین. دیگه حروف آلمانی تمام شد، فقط نیاز به تکرار و تمرین داره. ایشالا از جلسه بعد اگر ویدیوها رو دوست داشته باشین و حمایت کنین، ما از گرامر سطح A1 تا انتهای سطح B2 رو براتون تهیه میکنیم و در خدمتتون هستیم. امیدوارم شاد و موفق و پیروز باشین.